کن. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. This is not the regular police. This is a state police. You won't be paid as a regular cop, but there's a bonus involved. So what do I do? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. Think he's dead already? Get your hands off me! I think we could work something out. There are parts of my job I can't talk to you about. Man, you are trouble. You don't know the half of it. Getting the feeling we got a cop in my crew. You get the rap. You just gotta let me do it my way. If you don't, it won't be me who pays for it. There is no fate you are receiving, you are only coming through dead weight. این کی بود از رکوردینگ رو افتاد؟ وو، این کیه؟ تو کجا بودی؟ داشتم میومدم. آها، اوکی. از کجا فهمیدی نبودم اینجاییم من حالا؟ اینجا. یارو زنگ زد. اوکی. نظرت راجع به یارو چی بود؟ فیلم یعنی یارویی به زنگ زد زیاد مهم نیست. به نظر من دیپارتد یکی از میدونی از اون فیلم هست که واقعا از هر لحاظی خیلی خوب بود. حالا کارگردانی، نویسندگی، ادیت، خود داستان فیلم و مخصوصاً بازیگری. یعنی الکی نیست که یعنی مارتین اسکورسیزی 9 بار نامینی شده واسه میدونی بردن اسکار فیلماش و فقط 1 بار برده، اونم واسه دپارتد. یعنی هر چقدر کلنجار بری با خودت هی مثلا فکر کنی چه ایرادی میتونی بگیری، چه چیزی میتونی بگی، من به شخصه نمیتونم پیدا کنم. واقعا یه فیلم خیلی کاملی بود، خیلی خوشم آمد ازش. نظر تو چیه؟ منم خیلی خوشم اومد ازش. بعد اوایل که داشتم فیلمو میدیدم یهو به خودم اومدم به این قضیه فکر کردم که عجب مثلا فیلم باحالی، از اون فیلم هاست که از اول تا آخرش قراره ببینی پشمات بریزه و میدونی خیلی وقت بود که از این فیلم ها ندیده بودم. آره، به غیر از از اول تا آخر خوب بود. آره، و اینجوری بودم که ایول این از همون فیلم هاست که مثلا یه فیلم پلیسی جنایی چیزیه که واقعا یه داستان جالبی هم داره و خوب به اون داستان پرداخته شده. یه چیز خیلی جالبی راجع به دیالوگا، سکانسا و کارگردانی اسکورسیزی هست. اگه کلا مصاحبه های بازیگرایی که با اسکورسیزی کار کردن و مثلا دیده باشی متوجه میشی که اسکورسیزی عاشق ایمپروو کردنه، یعنی فلبداه کار کردن و بازی کردنه. دوربین رو روشن میکنه، اکشن رو میگه و همینجوری میذاره دوربین روشن بمونه. یعنی مثلا اینجوری نیست که یهو بگه کات. خیلی از صحنه هایی که حالا تو همچین فیلم هایی که جدی هستن ولی بعضی اوقات یه سری چیزایی که هست شوخی نام میکنن توش، مثلا مثل بعضی از حرفای جک نیکلسن یا بعضی از حرفای مارک والبرگ و یه سری چیزای دیگه یه جاهای دیگه، متوجه میشی که مثلا خود بازیگر همون لحظه اگه آشنا باشی بازم با کارهای اسکورسیزی متوجه میشی بازیگر همون لحظه مثلا این دیالوگر رو گفته یا این کار رو کرده که تو فیلم نامه نبوده. یکی از چیزایی که خیلی ایمپروو جالبی داشت همون اول فیلم بود که توی ساحل جک نیکلسن با یه نفر دیگه داره 2 آدم میکشه، بعد یهو شروع میکنه به خندیدن، میگه این زنه مثلا خنده دار افتاده رو مردم. اصلا تو اسکریپت نبود، خود جک نیکلسن اومد گفت همچین چیزیو. آره بلندتر هم بود. آره تا اونجا گذاشتم، ادامه هم داشت یعنی حرفش. آره احتمالاً. آره
یه چیزشم میدیدم، ویدیوشم میدیدم از درباره همین موضوع. رابرت دنیرو داشت حرف میزد که مثلا کار کردن با مارتین چجوریه اینا. بعد گفتش که خیلی از کارگردان ها هستن که این اجازه رو نمیدن به بازیگر که میدونی از اسکریپت خودشون بیشتر بگن یا چیزی اضافه کنن. ولی مارتین مثلا وقتی میری سر ست، وقتی بهش میگی که آره من همچین ایده ای دارم، میگه اوکی بیا امتحانش کنیم، اگه خوب بود که میذاریم، اگه نبودم که نبود دیگه. میدونی آره. مثلا سر تاکسی درایور هم خیلی چیزا رو خودش هم اضافه کرده بود رابرت دنیرو. و یکی از مثلا محدود کارگردانایی که اجازه رو قشنگ میده به بازیگر که میدونی هر چیزی که داره خودشو نشون بده. آره حتی اصلا You Talking to Me رابرت دنیرو از خود دنیرو بود، ایمپراو بود اصلا. و آره. توی اسکریپت فقط نوشته بود با خودش داره حرف میزنه توی آینه و دنیرو گفت که اوکی مثلا شبیه یه بچه 12 ساله که تازه تفنگ به اسباب بازی گرفته مثلا احساس میکنه خیلی کول و خفنه برخورد کنم. در کل فیلم خیلی جالبی بود، خیلی جالب بود و یه سری چیزا شاید کم داشت. یعنی مثلا از لحاظ موسیقی شاید اونقدر میتونست یکم بهتر باشه که کامل ترش کنه. میدونی چون شاید. فیلم کاملی آره. بود ولی میتونست یه موسیقی هم داشته باشه که کامل ترش کنه، گرچه فیلمی هم نبود که بخواد روی موسیقی باشه، یعنی روی آره موسیقی دقیقا. متکی باشه. چون تو مثلا اینترستلار رو میبینی یا مثلا تاکسی درایور رو میبینی، از دو تا کارگردان مختلف مثال زدم دیگه که کامل قشنگ درک کنی این قضیه رو. این آره. دوتا فیلم ها رو میبینی خیلی از سکانساش هستن که اصلا دیالوگی رد و بدل نمیشه. تو اینترستلار طرف داره مثلا اسپیس شیپ رو میرونه و یه صحنه خیلی هیجان انگیز شاید مثلا دوتا هی و هوی و مثلا فلان و بسار اینا مثلا گفته بشه و اونجا نیاز به 100% نیاز به یک آهنگ خفن از هانس زیمر هست. یا مثلا توی تاکسی درایور بیشتر اوقات داره رانندگی میکنه با خودش حرف میزنه یا اصلا حرف نمیزنه داره خیابون رو نشون میده و اون آهنگه نه تنها باعث میشه یه چیزی مثلا چی میگن پر بشه جای خالی، بلکه یه بعد دیگه از تنهایی اضافه میکنه که مثلا طرف اصلا کسی رو نداره باش حرف بزنه، فقط داره آهنگ گوش میده توی ماشینش، حالا مثلا رادیو داره گوش میده فلان بسار. آره. همه اینا هست و به نظرم حالا درسته که این فیلم زیاد به آهنگ و موسیقی احتیاج نداشت ولی اگه بود میتونست بهش کمک هم بکنه که کامل تر بشه. آره. یکی از کارهای به نظرم خیلی خوبی که سکورسیزی با این دوتا فیلم که ازش دیدیم انجام داده اینه که خیلی تو فیلماش، حالا این دوتا فیلم که دیدیم فعلا، با کرکترهای فیلم خیلی خوب ارتباط برقرار میکنی. میدونی چی میگم؟ مثلا برای مثال مثلا تاکسی درایور، خب آره. خیلی خوب اون احساسات شخصیت اول و ترویس رو درک میکنی، اینکه چطوری چه حس و حالی داره، مثلا میدونی اینکه جاش باشی چه حس و حالی داره، یا مثلا یه آدمی باشی توی شهر مثلا احساس گم شدن داره، میدونی آره. مثلا هدفی نمیتونه هدفشو پیدا کنه، مثلا دپرس شده فلان شده. یا مثلا توی همین دپارتد مثلا شخصیت لئو خیلی آدم مثلا تنهاییه، خیلی خانواده نداره، میدونی کسی رو حتی نداره که بهش اعتماد کنه، میدونی. و اینا و حتی آخر فیلم که فیلم رو تمام کردیم داشتیم مثلا حرف میزنیم دربارش، من گفتم حیف شد که مرد. آره مثلا شخصیت لئو لیاقت حقش نداشت، نبود. حقش نبود. آره. یعنی این کارگردانی این فیلم و نویسندگی شخصیت ها این حرف از من در آورد که میگم آقا حقش نبود مثلا این شخصیت بمیره. آره. میدونی برمیگرده به اینکه چطور توی فیلماش با شخصیت‌های فیلم خوب ارتباط برقرار می‌کنیم. این کار مثلا خیلی خوب انجام میده. دقیقا. حالا من خودم مطمئن نیستم ولی اکثر فیلمای
اکثر فیلم های مارتینو مثل کریستوفر مثل نولان خودش نمی‌نویسه. یعنی احتمال داره مثلا یه دونه دستی توش داشته باشه ولی از اول تا آخرشو یا مثلا ایده پردازی ها و ایناشو خودش انجام نمیده، بیشتر توی اسپکت کارگردانیش هست و به نظر من واسه همین هم یه سری چیز میده، هم یه سری ادوانتج به کارش میده، هم یه سری دیس ادوانتج، یعنی یه سری نقاط قوت و ضعفی داره نسبت به مثلا نولان. حالا مارتین که خیلی کارگردان با تجربه، خیلی وقت داره فیلم میسازه و همین قضیه هم کمکش کرده، ولی این که مثلا چون نمینویسه فیلمو شاید اونقدر احساس نزدیکی نمیکنه به خود فیلم و اسکریپت، میدونی چی میگم؟ و از این طرف دیگه ولی اگر فقط کارگردانی بکنه کل انرژیش رو میتونه بذاره سر کارگردانی و اون میدونی کارهای دیگه، هر چیزی که به کارگردانی مربوطه. مثلا چند تا جای خیلی جالب دیدم توی این فیلم که کامرا ورک خیلی جالبی داشت. اون قسمتی که توی اداره داشتن حرف میزدن، مثلا یهو کامرا میاد جلو میچرخه، دو نفر دارن حرف میزنن، اون یارو رئیسه و مارک والبرگ یهو میاد روشون بعد یهو میره اونور، اون مثلا یکم یه کم جالب بود. واسه همین به نظر من یه سری چیزا رو بهتر از نولان انجام میده، حالا سبکاشون فرق میکنه به کنار، و یه سری چیزاش هم نه اون عمق کافی رو نداره نسبت به کارهای نولان. حالا به نظرت امتیازش توی چیز چنده؟ IMDb چند است؟ تو حدس بزن. 8.5. الان حدس زدی؟ آره. آها بسه ببینم چنده. 8.5. اوکی آره 8.5. خب خودت چقدر میدی بهش؟ من 8.8 میدم بهش. درسته کل میدونی کل رکورد فقط داشتم ازش تعریف میکردم، ولی در آخر بازم یه فیلم جناییه فقط، میدونی؟ یعنی چجوری مثلا درباره پرستیج گفتیم اوکی یه داستانیه و یه لیمیتیشنی داره، میدونی؟ یه از یه حدی بهتر نمیشد این فیلم. این دپارتد هم به نظر من همین بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب موند، میدونی؟ از آره خیلی خوب تو اون لول محشر وارد نشد. میدونی تو همه این فیلم که بهشون بالای 9 دادیم یه چیزی بوده که بریلینسی کارگردان و داستان و یه چیزی بوده که خیلی یهو بردتش بالا، میدونی؟ آره اون خیلیه رو این دپارتد نداشت، همه چی خوب بود، میدونی؟ همه چی خوب بود. اون مثلا بازیگری هیث لجر رو نداشت، یا چه میدونم آهنگ هنس رو نداشت مثل اینترستلار، یا اون ایده پشمریزون اینسپشن رو نداشت، میدونی؟ یه چیزی نبود که خیلی ببرتش بالا، یه فیلم خیلی خوبی بود، فقط کامل و خوب بود، همین. آره قبول دارم. خود چند میدی؟ من به شخصه به این فیلم حدوداً 8.7 8.6 میدم. خب هرچی که میخواستم بگم و گفتی، و بین همه کرکترهایی که این تو بود یکی از کسایی که خیلی باهاش حال کردم کرکتر مارک والبرگ بود. من خودم به شخصه از مت دیمن خوشم نمیاد، از کلا خودش و بازیگریش بیشتر از خودش. Just fucking kill me. Just fucking kill me. I am killing you. ولی از اون طرف با مارک خیلی حال میکنم و واقعا آخرش که اونجوری رفت خونه مت دیمن و حالا یه لحظه نمیخواستم اسپویل کنم، یادم نبود ما مثل سگ اسپویل میکنیم، و گرفت مت دیمن رو کشت مثل سگ. خیلی خوب بود، خیلی واقعا حال کردم. Okay.
حالا که دیگه اومدیم بیرون، الان هم دارن تیراندازی میکنن، میخوای بیای تو ماشین فرار کنیم؟ حالا بعداً بهم بگو کجا بودی. آره حتما. مراقب باش نگران نزنت، نباش. سرتو بیار پایین. نه حواسم هست، منو خودی ان نمیزنم. آخه یادم نبود. نمیگم به چرا. نمیتونم بگم. اوکی حالا بریم. هم شما همین طرفی ها من نمیزنم، اون طرفی ها به کسی نگفت. کسی نگاش، سعیمو میکنم. بیا بریم تا آره نکشتن، تا این طرفی ها اون طرفی ها. اوکی.